ای از دست کی بود؟ از دست خودیم. متوجه به دین الله نبودیم، نمیفهمیدیم دینه. یک کمی که فهمیدیم پس که آمدیم نعوذ بالله به جای از اینکه ما شکر الله را میکشیدیم، قانون الله را آنقدر احترام میکردیم، کل ما تسلیم پشت گپ نگرد، ما تجارت ها را شروع کردیم. امی جهاد خدا مکسبه ذریعه برای پیداگری دنیا کردیم. کروزینا شوا، بلدینگا شوا، شرکت ها شوا، ای گپا شوا. نیست همیطور است. الله به تعالی نه ظالمای دیگر را مسلط کرده. عزت ما رفت، آبروی ما رفت، حالی هنوزم ما کم هستیم. یا به امن و صلح ما آمده. کدام امن و صلح؟ امن و صلح چی را میگه؟ امن و صلح توسط چی میگه؟ توسط بمبارد میگه؟ شما چی باور داری؟ امریکا امروز فشار پرت سر پاکستان، یک نفر باقی میمانه اوجا؟ این گپا غلط است، دروغ است. کسی میگه برای امن و صلح آمده. هنوزم مردم ها از ما سوال میکنه که چی طور است چی طور نیست. همین سوالی تا الله از پیش سوال میکنه. چرا؟ نفاق در قلبت جا داده ای. طفل هم می گفت میفهمه که امروز دنیای کفر ممالک اسلامی را چه قسم جور کرده، چه قسم بری خود غلام جور میکنه. جنگ ها در هر جای ادامه داره. برای چی ادامه داره؟ چی هدف داره؟ ممالک اسلامی را آرام نمیگذاره. علتش چی است؟ اینی حالات ماست، اینی دیگرگونی. باز اگه هوشیار بیدار نشیم، باز به کتاب الله رجوع نکردیم، باز به حدیث پیغمبر رجوع نکردیم، باز خودی را شروع کردیم، سنتبازی را شروع کردیم، این دیده نتیجه خودی و سنتبازی. اینی نتیجه دموکراسی خان بود. چند ماه میشه که مردم تجارت ها، صنعت، کار، روزگار مکمل همینطور جای به جای استاد است. چقدر بدبختی است. یکی در پشت دیگه تبلیغات است. ملتگرایی ها در کجا رسیده؟ نرسیده. ببینید این حالات، این سوغات دموکراسی است. این کجاست؟ این تو روزا را ببینیم، این طور ما شما را فقیر بسازه که نان این طور بگیره، باز بعد از اون طور بیا که بیا باز از پیش دور کنه، تو از پشتش بدمی. ممالک افریقایی را ببینی همین طور نکرد. اونجا چرا نصرانیت پخش شد؟ به خاطری که مردم گوش نشد، مجبور بودن یا نصرانیت بپذیره یا بمره. ایمان که قوی نباشه اون راستی نصرانیت میپذیره. امروز همین مردمایی که سالا در دلار بازی کرده، 8 قسم طعام خورده، سبا روز وقتی برای این پیسه ها از بین بره، چطور ایره عادت کرد، ایره آموخته کرد به میگه پا. ثم رددنا لكم الكرة، بعد از او بازگردانیدیم برای شما الکرة غلبه را علیهم، بالای دشمنایتان بازگردانیدیم. مراحل میایه، فراز نشیب میایه. این فراز و نشیب زندگی برای انتباه و آگاه کردن است، بیدار کردن است. حسا یک دم بیدار شوه، هوشیار شوه ما چی مسئولیت داریم. آیا تن پروری بکنیم؟ آیا غلام دیگرها باشیم؟ یعنی که خود کار بکنیم، خود همت داشته باشیم، خود بری خود نیرو و انرژی داشته باشیم. ما آلی طمع داریم که حفاظت سرحدات ما را دنیای کافر بکنه، امن مملکت ما را دنیای کافر بگیره. تو مسلمان برای چیستی؟ ننگ انسان نمیه. تو باور بکن به الله، بچه کاکایت پیرداری تا میکنه، ننگیت قبول نمیکنه، میگه من پالوی زنی خود خو کنم او پیرداری کنه، نمیپذیره، غیرت تو ایجاب نمیکنه. اما امروز کافر میه، کافر سرحدی تو را پاسداری میکنه، تو قرار کافر قدر تو بر سری تو مهربان است که تو را بگه زندگی تا بکن، من پاسداری تستم. بفهمی که دینی تا میبره، ناموسی تا میبره، غیرتی تا میبره، همتی تا میبره، عزتی تا میبره. به الله قسمی طور غلام جور کنه تا که پرسان نکو. تا کجا را ما خو باشیم، در خواب غفلت باشیم؟ الله بار بار روز آمد پس ما را غالب کرد. الله متعال ما و شما را غلبه نصیب کرد. و امددناکم باموال و بنین، الله میگه ما امداد شما را کردیم به مالا و به اولادا. اولادام زیاد شد. اموی که اسیر شده بود خلاص شد بنی اسرائیل. ای چرا اینطور کرد؟ این کره به خاطری بود که وا فهمیدن که ما تاکه از همون خاطر در پیش پیغمبر آمد، گفت امیر مقرر کن، ما جنگ میکنیم دیگه اینطور نمیشینیم. و جعلناکم اکثر نفیرا، گردانیدم شما را اکثر به اعتبار لشکر. خب لشکر مجهزم برایتان الله میگه ما دادیم. قانون الله چیست؟ الله برای ما میگه این قانون تنها برای بنی اسرائیل نیست،
واقعی بنی اسرائیل برای تنبیه ماست، امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. کدام معامله که با بنی اسرائیل، کدام قانون که الله اعلان میکنه و قانون با ما و تو هم است. کدام قانون است؟ ان احسنتم احسنتم، اگر شما نیکی میکنی، درستی میکنی، شما درستی و نیکی لی انفسکم، به خود میکنی، به خود میکنی. هر کس که کار نیک میکنه برای خود میکنه، برای خود میکنی. اگر بدی میکنی هم برای خود میکنی. و این اساتم، اگر شما بدی میکنی، فلها، برای همین نفس است، خاص برای نفس خودتان است. بدی میکنی، بدی را میابی، جزایش میابی. بسیار کرت مردمی طور تلاش میکنه که تو باش ما دا او ضرر میرسانم، حقیقت خود به خود ضرر رسانده. اما اگر کاری نیک کردی برای خود کردی، ثواب به دردت میخوره. ما در زندگی فعلی خود این گپا را مکمل میبینیم، مکمل. تو یک روز کمک برای برادری مسلمانت بکن، دیگر روز حتما کمک قطعت میشه. یک روز ضرر برش برسان، سبا رو سعی میکنی که ضرر برات رسیده. الله متعال میگه این قانون است، قانونی الله ما بیطور است. حالا اگر شما احسان میکنی برای خود میکنی. فاذا جاء وعد الاخرت، وقتی که آمد وعده دیگه، دوم وعده آمد. لیسوء وجوهکم، به خاطر که الله متعال میگه اینجا عبارت محذوف است. مقرر کردیم ظالما را، مردمای ظالم سرتان مقرر کردیم. لیسوء وجوهکم، به خاطر که ناخوش بسازه، خراب بسازه. وجوهکم، رویهای شما را، رویهای شما را خراب بسازه. مراد از وجوه سرداراست، کلاناست، پاچاها و همون مردم با عزت شما را ذلیل بسازه. در پیش روی ما علمای ما چقدر توهین شد، در پیش روی ما علمای ما چقدر توهین میشه. چی برش گفته میشه؟ کسی که ما سرش پشتش اقتدا میکنیم، امام دین خود میبینیم، امروز زیر تعذیب و شکنجه امو کسی است که صدای چی را؟ لا اله الا الله را بالا میکنه. هسته یا نیسته؟ در کل ممالک اسلامی، در کل ممالک اسلامی برای او عالمی که آواز جهاد بالا کنه جای پای نیست، قطعا جای پای نیست. الله متعال بنی اسرائیل این حالت سرش آورده بود. امو مردمی که شما سردار و کلانتان بود، او را چی کرد؟ به خاطر از او حالتش خراب کنه. ولی یدخلوا المسجد، دفعه خود خانه ها داخل میشد به عزت میکرد. دفعه ولی یدخلوا المسجد، که داخل شد مسجد، کما دخلوه اول مرت، مثل که داخل شده بودن در اول کرد. مسجدایتان به اعتنا کنه، نعوذ بالله، به احترامی کنه، هیچ غمش نداشته باشه. غمی مسجدای ما را کرد، قطی توپا زد، قطی توپا مسجدا را زد. کسی نیست. کدام گپ باقی مانده؟ ولی یتبروا ما علو تدبیرا، و دیگه که یک هلاک کنه ما آن چیزی را علو، آن چیزی که غالب شوند، تدبیرا به هلاک کردن، سری هر چیز که دستشان برسه کلش هلاک کنه. یعنی نه درخت بانه، نه خانه را بانه، نه کاشانه را بانه، یک دم ویران کنه. امیر رقم حالت سری بنی اسرائیل آمد. حالی هم سر ما آمده، هیچ چیزی ما را نمیمونه، نه مسجدی ما را میمانه، نه خانه ما را، نه کاشانه ما را، کل چیز ویران میشه. علت چیست؟ قرآن کریم بنی اسرائیل بیان میکنه، حالاتش برای ما درس است. و اعراض کردن، روگردانی کردن از نظامی که الله به واسطه موسی علیه السلام برش روان کرده بود. پیروی از دیره بکنه، بجای از او که او پیروی بکنه، نعوذ بالله باد فراموشی گذاشتن توراته. انحرافات شروع شد، خودخواهی شروع شد، دنیا طلبی شروع شد. امروز همو گپ است، همو دنیا طلبی است. غم اسلام هیچ کس نداره که اسلام کدام دین است، چی شوه چی نشوه. نه، کارا جور شوه، کارا. هر کس در تلاش عزیزته که کارم جور شوه، ولو که هر رقم باشه. رشوت ها داده رویسته به خاطر که پیسیش زیاد شوه، معاشش زیاد شوه. دیگه گپ سی نمیکنه که دین برای من اجازه میده. کدام اجازه را میده؟ عسى ربکم ان یرحمکم، امید است که پروردگار شما رحم بکنه بالایتان. بله، این کدام رحم است؟ و بنی اسرائیل دو مرحله حالات خراب شما تیر کده، گذرانیده. آل بهترین چانس طلایی براتان میسر است آمدن شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبری آخری که سبب رحمت الله متعال است. هر کسی که در این نظام داخل میشه، از او خاطر الله میگه عسى ربکم، امید است پروردگار شما ان یرحمکم، سرتان رحم بکنه.
از ذلت و بدبختی نجات پیدا بکنی؟ کی؟ اگر از مخالفت دستبردار شوی. و این عدتم عدنا، اگر شما باز میگردی به مخالفت، نعوذ بالله به سر پیچی، عدنا باز ما میگردیم. یعنی اگر شما شرارت های سابقیتان باز زنده میکنی، من به عذاب سر شما باز میگردم. همونطور شد. آمدن پیغمبر علیه السلام در مدینه منوره، این یهود آرام ننشستن یک لحظه. دسیسه، توطیه، شبهه، تا ای که الله متعال مسلمانان را سرش مسلط کرد. بنو قریظه حلال شد، بنو نذیر اخراج شد. آخری توده های امی یهود در خیبر باقی مانده بود که در زمان خلافت عمر رضی الله عنه از اونجا جلاوطن شدند. چرا؟ به خاطری که کلی معرفت و معلومات در مورد رسول الله و دینش داشت. اولین تصدیق کننده شریعت رسول الله باید وامی بودن. چرا که در کتابان نشانه های حقانیتش مکمل برش ذکر شده بود و اون نشانه ها را هو به هو پیدا کردن در این نظام، اما نپذیرفتن. الله متعال حالاتشان خراب کرد. ابو نفر در سرزمین زندگی میکرد. یک صحابی الله اعلان رضامندیش میکنه که رضی الله عنهم. امو یهود که باسواد بود، امو یهود که نشانه های پیغمبر قبلا دیده بود، امو یهود که از فلسطین سفر کرده بود، به می خاطر آمده بود که اینجا آخری پیغمبر هجرت میکنه، من به نصرتش میخیزام. لیکن وقتی که دکانداریش خراب میشد تسلیم نشد، الله ذلیل کرد شه. قرآن برملا میگه. ما به این علما پیر صاحبا میگم، اگر به نافهمی شما نعوذ بالله این ملت در تاریکی نگاه کرده، دکانداری تا شروع کرده، خوب موقع است بگرده به قرآن کریم. اگر به قرآن گشتی در مردم اعلان کرده که نمیفهمیدم، آلی فهمیدم، مردم عزتتان نمیکنه، عزتتان برقرار باقی میمانه. اگر نیکی نپذیرفته، الله متعالی تو ذلیلتان کنه که هیچ پرسان نکنه. این نشانه باشه، اینی مسجد نشانه باشه. اگر همی پیر صاحبا، همی ملا صاحبایی که سالا مردم در تاریکی نگاه کرده، اگر همی مردم از دستش نگرفت، از مسجد قلاش نکرد، چی که میگه؟ چرا که مردم خیطور نیست که سالا در تاریکی بمانه. الحمدلله حس علم در کل مردم زیاد شده. هر کس در تلاش ازیسته که من روی یک سند و دلیل باید قدم خود بگذارم. یک طفلم که سوال میکنی دلیل از پیش طلب میکنه. این مردم خود دلیل نداره، بیچاره جام باقی میمانه که چی بگویه. نه، خب موقعتان است و مردم اعلان کنی که مردم خدمت نکردیم، بعد از این خدمت میکنیم، نمیفهمیدیم. ما شما را فقط چادر سرتان انداخته بودم، اما کارهای خود از پیشتان کنده رایی بودیم دیگه. شما را نشان ندادیم که دین کدام دین است. خلاص تراویح را سم صحیح بکو، یک سپاره کو، یک جز بخوان، رکوع سجده قومه را درست کو، مردم توحید بیان کو، عظمت و منزلت پیغمبر به مردم خوب واضح کو. مردم از قبرها میترسانی، خوای خیالی را دروغ بیان کرده رو ایستی. اصل حقیقت قرآن حدیث به مردم نمیگی، باید بگویی. شما باز میگرده به شرارت و فسادتان، الله میگم باز میگردیم به جزا دادنتان. و جعلنا جهنم، این خود دنیا جزا داده میشه، آخرت. و جعلنا گردانیدیم جهنم للکافرین، برای کافرها، حسیرا زندان، هیچ طرف فرار کرده نمیتونه، قلابند است اموجه. ان هذا القرآن است، رای نجات برای ما هست که عزت ما پس اعاده شوه، حیثیت ما اعاده شوه. بله بالکل موجود است. در چی چیز موجود است؟ ان هذا القرآن، یقینا امی قرآنی که در پیش رو ما و شما قرار داره، امی قرآن یهدی رهنمایی میکنه ما و شما را، تعلیم میده للتی بمورا، هی کمورا اقوم، خیلی درست و مستقیم است، درستتر است. و یبشر المؤمنین، بشارت میده خوشخبری به مؤمنا، کسی که باور به این کتاب داره، این کتاب یقینا عمل میکنه سرش. الذین امو مؤمنا یعملون الصالحات، که جنبی عملی داره، زبانی مؤمن نیست، تذکیری نیست، میراثی نیست. مؤمنی که واقعا در عمل پیاده کرده، به هدایت پیغمبر قدم گذاشته. ان لهم اجرا کبیرا، که یقینا براشان پاداش خیلی بزرگ است. در جنبی عمل که قرآن کریم پیاده کرد در زندگی خود، الله متعال میگه برای تو مؤمنا بشارت بوده. بیا ای آیت در کجا میچرخه؟ این هذا القرآن، یقینا نمی قرآن، امو صحابه که انقلاب و دیگرگونی را در نظامش، در زندگیش، در اخلاقش، در فکرش،
در سیاستش در حکومتش مکمل پیدا کرد. از کدام حالت؟ عربی بادیانشین که جهان نمیشناخته امروز در رأس جهان در شهرت قرار داره. توسط چی؟ قرآن کریم. قرآن واقعا ذریعه هدایت خود فکر کردن، کل زندگی خود مطابق دستورات قرآن برابر کرد. عملا ایتو نبود که در زبان باشه. ما خود قرآن کریم قرآن هدایت نمیدانیم. این قرآن اسقاط است، این قرآن استبروست، این قرآن شال مرده هاست، این قرآن ختمای دو پیازه است، این قرآن فقط در پشتی افتوگیری دریور است. این قرآن کریم برای چی است؟ در وقت در محکمه برای چیست؟ قسم خوردن ایگه پاسته به قسم دادن است. این قرآن کریم دیگه چی شده؟ این در تکه ها نوشته شود، سری قبرها ویزان شود. این قرآن کریم در لوحه های قبرها نوشته شود که سگا سرش پیشاب کنه. نعوذ بالله. این ما ملت با این کتاب الله جفای بزرگ کردیم. ایش الله رفته نیستیم. دین روز نه پری روز که اونجا رفتیم در مقبره، برای که چقدر لوحه ها سوره اخلاص و آیت الکرسی نوشته است. چرا؟ با کدام نیت نوشته میکنی جناب عالی؟ با این نیت که در سر قبر عزیزی فایده برسانه. در قبر این فایده به قبر نمیرسانه. این بدبخت همی مرده در کل عمر خود یک روز در درس قرآن نامد. یک روز آواز قرآن که میشنید اینجا پخته میمان بدر تیر میشد. آواز قرآن که میشنید کلکی نبسته میکرد، دروازه را بسته میکرد. آواز قرآن که میشنید در تلویزیون در رادیو فرد او را بند میکرد، میرفت موسیقی را مصروف میکرد، چالان میکرد. به این آدمی قرآن میرسه، فایده میرسانه. آیتایش نوشته میکنی به این طور آدم قرآن فایده میرسانه؟ کدام قرآن؟ قرآنی که یهدی للتی اقوم، و قرآنی که راه را برات نشان داده. تو در کدام راه روان هستی؟ در راه دموکراسی. در راه دموکراسی روان هستی، باز قرآن برات فایده برسانه؟ تو راه قرآن رفتی؟ کدام راه؟ او راهی که با تمام نظاما ادیان مقایسه کنی، این راه هست. حقانیت دین اسلام همیز چلنج میده به دنیا. در یک معامله اسلام شما نقصان و عیب پیدا بکنی، لیکن یک دموکراسی لعنتی تا پیش ما بیار که یک لک عیب برش پیدا کنم. 1000 عیب در دستی یک خواندنش. قرآنی که از نگاه عقیده، عمل، سیاست، اقتصاد، تمام امور مکمل موزون متناسب بیان میکنه. ما خامیر میگیم که یک دفعه یک حکومت امیر بگوید که نظام اسلام قانونی ماست، مطابق از این عمل میکنیم. اگر تو دیدی که در مملکت کدام خرابی پیدا شد، ما را اعدام کنه. افسوس است که این اعلان نمیشه. با جای قرآن اعلان کردن نظام قرآن، دموکراسی اعلان میشه. کاندیدای ما اول قائل معتقد به ارزش های دموکراسی، بیدینی معتقد به ایستی کافر میشی. خبرداری نه؟ یک کمی گپی تا سنجیده اینجا نوشته کو. این قرآن است. الله میفرماید، گپی ما نیست. ان هذا القرآن یقینا همی قرآن یهدی راهنمایی میکنه للتی به او را، کدام را؟ راه پیروزی کامیابی هی اقوام که او را درست تر است، راست تر است، هیچ کجی کوری شبهه گمراهی انحراف قطعا نداره. لیکن نصیب کی میشه؟ نصیب مسلمانای میراثی و تذکری. قرآن دوست داریم، قرآن دوست داریم. چی رقم دوست داریم؟ چی رقم؟ یک روز کل عمر 60 سالت میشه در هر رکعت نماز سوره فاتحه را میخوانی، تالی را معنای الحمدلله را نمیدونی که الحمدلله چی مطلب داره، چی معنا داره. تو دوست داری قرآن؟ ها؟ آلمانی را یاد گرفتی، فرانسوی را یاد گرفتی، انگلیسی را یاد گرفتی، ها؟ چینی را یاد گرفتی، مطلبش یاد گرفتی، تکنیکا را یاد گرفتی، قرآن یاد نمیگیری، مطلبش یاد نمیگیری. قرآن برای چی آمده؟ قرآن برای هدایت آمده، ما را هدایت میکنه. خب بله، این نتیجه را به دست کی میگیره؟ قرآن خود میگه و یبشر المؤمنین، خوشخبری میده این قرآن کریم برای مؤمنا، برای کسایی که باور داره، یقین داره بالای همین قرآن. کدام مؤمنا؟ زبانی؟ مؤمنای تذکری؟ نه، الذين يعملون الصالحات، و مردمایی که عمل میکنه عمل نیکه. عمل صالح کی را میگه؟ عمل صالح او را میگه که قرآن معرفی کرده، پیغمبر تشریح کرده، نقشه داده، این عمل صالح است. او مومنا را این قرآن بشارت میده.
چی بشارت میده؟ ان لهم اجرا کبیرا، که اجر خیلی بزرگ الله برشان نوشته کرده. ما تصمیم بگیریم، ما تعهد بکنیم که ما در زندگی خود در خدمت قرآن خود قرار میدیم، در یک گوشه نه در یک گوشش. خدمت قرآن چند قسم است؟ عالم ما خدمت قرآن به تفسیر میکنه، مالدار ما خدمت قرآن برای جور کردن مدرسه قرآن که اینی مرکز برای قرآن باشه، موتر میگیره، رونق میده ای جلسه را، ای مرکز، ای تعلیم. آدم شایع کننده ما خبر به مردم نشر میکنه که بیاد درس قرآن کریم، خدمت قرآن میشه. خدمت قرآن هر کس میتونه خدمت قرآن خود سعیم بسازه، وگرنه خودی ما که در زندگی خود عملی میکنیم بعد عملی کنیم. قرآن چی دستور داده؟ قرآن بر ما دستورات نداره. موضوع استیزان بر ما ذکر میکنه. زمانی که تو در خانه میری قرآن برات میگه که دروازه را چه قسم زودی که داخل شوی یعنی اجازه طلب بکن. ایره برات گفته. زن به اولاد خود شیر میده، ایره برات گفته. معامله نکایت میشه، ایره برات گفته. طلاق میشه، ایره برات گفته. میراث میاد، ایره برات گفته. بیع و شرا میکنی، برات گفته. در سفر قرض میدی، برات گفته. کدام موضوع نیست که در زندگی تو پیش شود قرآن برات نگفته باشه. تو تطبیق کو، خلاص تطبیق کو. چرا ضرورت داریم به قوانین جور کردن؟ الله جور کرده قانونه. این قانون الله است. الله مصلحت های بنده های خدا میفهمه، ضرورت هایش میفهمه، علم به ما بعد داره. 1400 سال از قرآن تیر میشه یک حکم قرآن در تضاد پیدا کنه با چیزایی که جدید اختراع شده، با قانون قرآن بجنگانه که تضاد پیدا شده و نشده. قوانین ممالکی که خود جور میکنه سال به سال تغییر میکنه. دیدی امیم سال انتخابات شد، پرسانا شد که این رقم تقلب شد، آلی قانون برش کدام را داره؟ قانون را برش موجود نیست. بند ماندن نماندن، بند ماندن. قوانینی که انسان جور میکنه، ذهن انسان ناقص است، به سبای خود علم نداره، تمام ضروریات انسانی را نمیفهمه. چه قسم قانونی ما پوره باشه؟ 20 سال پیش سرک کابل برای چقدر نفوس بود؟ خبر بود که 20 سال بعد اینقدر تراکم نفوس شود که سرکا کلش هیچ کفایت نکنه. بلدنگا چرا چپا میشه؟ چقدر مصارف سرش شده؟ غرم بس بلدوزرها را بند میکنه، چپا میکنه که سرک گشاده شود. چرا؟ اگر همین انسان علم میداشت به ما بعد در روز اول فراخ سرک جور میکرد. علم نداره، روزمره و ایرانی خراب است. لیکن قانون الله قطعا تغییرات داشت نمیره. این قانون الله است، الله جور کرده. و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، یقینا کسانی که عقیده به آخرت نداره از همون خاطر هیچ تلاش نمیکنه برای صحت اعمال خود، برای از کدام کوشش هم نمیکنه. اعتدنا لهم عذابا الیما، آماده کردیم برشان عذابی دردناک. تو آمدی در دنیا فقط خواب و خور مقصدت بود، بده و صبح تا افتن کار بکن. چرا؟ یک لقمه نان برابر کو بخوشه. مقصد زندگی تو همی بود. فرق تو و حیوان چی میشه؟